با هم دیگه بریم سنتی ترین آش اردبیل که آش دوغ هستش رو با هم بپزیم. اول کار ماست رو میریزیم توی ظرف مورد نظرمون و اینقدر هم میذاریم تا کاملا رقیق بشه. بعد به اندازه ماستی که اضافه کردیم با همون ظرف آب اضافه میکنیم، باز هم میزنیم. حالا یک عدد تخم مرغ رو هم میزنیم تا از حالت لختگی در بیاد و به ماست هم زده اضافه میکنیم. الان این ماست رو به دوغمون اضافه میکنیم، چون اینجا هم با ماست میخوایم بپزیم هم با دوغ. بعد برنجش رو اضافه میکنیم و میذاریم روی اجاق و تا مرحله جوش اومدن باید هم زده بشه تا آشمون نبره. بعد که به جوش اومد این قسمت سبزیش رو اضافه میکنیم، پودر نعنا و دوستان یه ترفند بهتون بگم، این قسمت ببینیم وقتی برنج آشمون پخت، یعنی اینکه نخودهای پخته شده رو میتونیم بهش اضافه کنیم همراه کوفته قلقلی هامون و تقریبا بعد 20 دقیقه آشمون آماده هستش. و یادمون باشه که آش اولش رقیقه و بعد خنک شدن خیلی غلیظ‌تر از حالت اولش میشه و میتونید روش هم سیرداغ و نعنا داغ اضافه کنید. از الان نوش جونتون.